چطوری آدم‌ها رو قضاوت نکنیم به همراه تحلیل کوتاهی از انیمیشن برنده یا بازنده توی این ویدیو. ماجرا از این قراره که یه حالت خیلی ناشناخته و عجیب و غریب ما آدما داریم که اسمش قضاوت کردنه. هنر برچسب زدن و قضاوت کردن که این روزا خیلی زیاد شده و هممون ازش داریم رنج میبریم. ماجرا از اینجا شروع میشه که آدم‌ها ضعیفن. ضعف آدم‌ها و ترسی که تو وجود آدم‌هاست نهایتاً اونها رو به این سمت میکشونه که به آدم‌ها چیزهایی رو نسبت بدن که دربارش اطلاعات کافی ندارن. و حالا ما یه انیمیشن هم پیدا کردیم که خیلی به این موضوع مرتبطه و میتونه به احتمال زیاد خیلی تو درمان ماجرای قضاوت کردن به ما کمک کنه. Girl, why are you so sweaty? You got this! Okay. قضاوت کردن آدم‌ها در واقع یعنی این که حکمی و قضاوتی و تحلیلی رو به آدم‌ها نسبت بدی که نسبت دادنش قطعاً جذابه و قطعاً بهت ویو میده، اما درباره اون اصلاً مطمئن نیستی و میدونی که خیلی چیزا رو نمیدونی. حتما هممون تا حالا با این مسئله مواجه شدیم که وقتی میخوایم توی روابط اجتماعیمون فعال و پویا باشیم همیشه از مسئله قضاوت شدن میترسیم. یعنی میترسیم که این رفتار ما منجر به این میشه که آیا به من فلان مسئله رو نسبت بدن یا نه. این ماجرا یعنی قضاوت کردن آدم‌ها ما رو داره به ناامنی اجتماعی میکشونه. یعنی دیگه روابط، ارتباط‌ها، ابراز محبت‌ها و همه چیز تحت تسلط قضاوت کردن آدم‌ها داره ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. این میتونه یه هشدار جدی باشه و یه خطر خیلی بزرگ باشه. راستشو بخواید بشر تو دوره مدرنیته زیاد از حد مغرور شده. خیلی فکر میکنه خیلی چیزا رو میدونه و همین باعث میشه که تا چیزی به ذهنش میاد در مورد آدم‌های مختلفی که باهاشون ارتباط داره بهشون نسبت بده. و این دقیقاً هنر برچسب زدن و قضاوت کردنه که ما میخوایم ضدش رو یاد بگیریم. چطوری آدم‌ها رو قضاوت نکنیم. اصلا ماجرای قضاوت کردن چرا بده؟ چرا ناپسنده؟ واضحه، به خاطر اینکه ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. ما نیت‌ها، امور پنهان و مخفی تو قلب آدم‌ها رو نمیتونیم کشف کنیم و ازشون هیچ آگاهی نداریم. ما فقط یک جوونه‌ای را از خاک بیرون زده میبینیم که زیر خاک پر از ریشه است. ریشه های شخصیتی، خاطرات، فشارهایی که یه آدم داره تحمل میکنه همشون شخصیت اون آدم رو تشکیل میدن و ما ازشون هیچ خبری نداریم. دقیقاً انیمیشن برنده یا بازنده که تو این ویدیو میخوایم در موردش حرف بزنیم دست گذاشته روی این نکته و تو 8 تا اپیزود اومده در مورد یه حادثه، این حادثه رو از عینک آدم‌های مختلف، از عینک 8 تا کاراکتر به ما نشون داده. به خاطر همینه که موضوع انیمیشن رو مرتبط دونستیم به مسئله قضاوت کردن خودمون. واقعیت ماجرا اینه که فقط خدا خیلی چیزا رو میدونه و اون چیزی که تو اسرار قلب آدم هاست فقط خدا میدونه. و ما وقتی به این مسئله آگاه باشیم هم وجدان خودمون راحت تره و هم آرومتر میتونیم با آدم ها زندگی کنیم، هم چالش ها و تنش هامون خیلی به حداقل میرسه. و نکته بعدی این که راحت تر میتونیم حرف هامون و کارمون رو انجام بدیم، چون دیگه قضاوت کردنی هم رو کارهای ما وجود نداره. یه جمله خیلی قشنگی رو من از جبران خلیل جبران، نویسنده عرب زبان، پیدا کرده بودم در مورد همین مسئله. میگه با چشم‌های بسته به قلب دیگران نگاه نکن تا وقتی کفش‌هایش رو نپوشیدی قضاوتش نکن. ماجرا همین شکلیه که وقتی کفش‌های اون آدمو نپوشیدی، وقتی زندگی اون آدم رو تجربه نکردی، وقتی از شرایط اون تو خونه، توی کار و تو زندگیش هیچ خبری نداری، تو حق قضاوت کردن اون آدم رو نداری. دقیقاً انیمیشن برنده بازنده هم دست میذاره روی این مسئله. نشون میده که یک آدمی تحت تأثیر شرایط سنگین اقتصادی خانواده‌اش داره به عنوان یه آدم بزرگ، بچه داره به عنوان آدم بزرگ داره تلاش میکنه و داره اصلا برای پول درآوردن دغدغه داره. خب این بچه رفتارهاش خیلی متفاوته از بچه دیگه‌ای که همه زندگیش اینه که در چشم‌های پدرش کافی به نظر بیاد. و پر داستان از این کاراکترهایی که شما وقتی این انیمیشن رو به پایان میرسونی میفهمی که خیلی چیزها رو نمیفهمی، میفهمی که تو تعاملاتت و تو ارتباطاتت به شدت قضاوت‌هایی رو داری که شاید حتی به زبونشون هم نیاری. و اینه که این انیمیشن رو از این جهت با ارزش میکنه و حتما بهتون پیشنهاد میکنم که ببینیدش. البته یه نکته هم به شما بگم،
مسئله قضاوت نکردن آدم‌ها نباید منجر به این بشه که ما آدم‌های ساده لوحی بشیم. چون بعضیا ممکنه بگن اگه ما آدم‌ها رو قضاوت نکنیم، اگه نیتاشون رو نتونیم کشف کنیم که تو میگی ما هیچی نمیدونیم، ما آدم‌های ساده لوحی میشیم دیگه. قراره مثل یه گوسفند فقط هر چیزی اونا میگن رو باور کنیم. داستان دقیقاً از این قراره که از اون ور بوم هم نباید بیافتیم. ما باید آدم‌های زرنگی باشیم و جمع این دوتا مسئله اینطوریه که ما گرچه نیت‌ها و قصدهای مخفی آدم‌ها رو نمیتونیم کشف کنیم، اما میتونیم کارهاشون رو مستقل از نیت و قصدشون تحلیل کنیم. این آدم این کارش اشتباهه، حالا این کار اشتباه از قصد داره انجام میده، تحت چه شرایطی داره انجام میده، اصلا نمیدونه این کارو داره انجام میده، اصلا این آدم ممکنه یه بیماری داشته باشه، این آدم تحت 1000 تا شرایط امروز با کی دعوا کرده، چقدر فشار مالی روش اثر گذاشته، اینا رو ما نمیدونیم، اما میتونیم بگیم این رفتار اشتباهه، این رفتار اشتباهه. اما این که درون فکر و قلب اون آدم چی میگذشته رو اصلا نمیتونیم حدس بزنیم. دقیقاً انیمیشن برنده یا بازنده به نظر من یکی از بهترین نسخه های سینمایی برای درمان این مسئله است. این انیمیشن قراره به تو ثابت کنه که هیچی از پشت پرده ها و ابعاد درونی شخصیت آدم ها نمیدونیم. خیلی برام جالب بود که تو این انیمیشن ما یه کاراکتری داریم که مثلا تو قسمت‌های کوتاه انیمیشن مثلا توی 20 دقیقه این آدم فقط بین بچه‌ها و رفقای این تیم سافتبال یه بچه مغرور خودشو جلوه میده، خیلی خودشو قبول داره، خیلی بازیش خوبه و همه این آدمو مغرور میشناسن. اما وقتی با یه نفر وارد رابطه میشه و کم کم از شخصیت خودش خبر میده، میفهمیم که اصلا آدم متکبر و مغرور نیست و به شدت آدم ضعیفیه. از اون آدم‌هایی که داره ضعف خودش رو با فریاد زدن پوشش میده و پر میکنه. و به خاطر همینه که من حتما این انیمیشن رو برای بزرگترها توصیه میکنم. شاید خوشتون نیاد برای بچه‌هاتون پخشش کنید، اما حتما خودتون این انیمیشن رو ببینید و تو کامنت ها هم بگید که شما چرا پیشنهاد میکنید که آدم‌ها رو قضاوت نکنیم.